به پادکست دیگه از پلتفرم آموزش دانش در خدمتتون هستیم. امروز از خدمت دکتر صادق و دکتر میثم عزیز هستیم و می‌خوایم در مورد مبحث درمان ریشه صحبت کنیم. سلام، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم و امیدوارم که مطالب مفیدی رو در خدمت بینندگانمون قرار بدیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام بینندگان عزیز و همکاران محترم از اینکه در کنار شما هستم خرسندم. در خدمتم. قربونت میثم جان. سوال اول، اندودونتیک و درمان ریشه چیه؟ آره، امروز ما طبق پلنی که ریختیم می‌خواستیم در رابطه با اندو و درمان ریشه صحبت کنیم و اینکه خیلی خیلی سخته در موقع شروع پرکتیکمون. اولاش خیلی سخته، برای همین گفتیم که دور هم یک جلسه رو با هم در رابطه با اندو صحبت کنیم. میثم جان شما میخوای شروع کن. خب همون درمان ریشه، ما اصلا اندودندیکس چیه، درمان ریشه چی هست و چه زمانی ما به این بخش باید مراجعه کنیم و کار انجام بدیم. درمان ریشه به مقطعی میرسه، به زمانی میرسه که ما پالپمون دچار مشکل بشه. حالا به چه شکل دچار مشکل میشه؟ با پوسیدگی‌های وسیعی که به وجود میاد و عفونتایی که توی پالپ و انتهای ریشه اپکس یا خود کانال برام به وجود میاد. اونجا میریم توی قسمت درمان ریشه که حالا قسمت‌های استخراج پالپ و همونطور تخلیه کانال ها هم که با همون قسمت درمان ریشه متعلق میشه. حالا ما بخوایم اون قسمت ها رو هم تفکیک کنیم که پالپمون چه زمانی به چالش میخوره و به چه حدی میرسه که ما باید پالپمون رو تخلیه کنیم. خب اونم هم زمانهای خاصی رو داره و هم تکنیک‌های خاصی برای استخراج داره. خیلی هم عالی. حالا یه سوال دیگه اینه که چه زمانی ما نیاز داریم؟ خب در مورد همون زمانی که گفتم که پالپمون دچار مشکل میشه، با پوسیدگی‌های وسیعی که توی تاج به وجود میاد پالپمون درگیر میشه، پالپمون عفونی میشه، پالپمون التهاب توش به وجود میاد و باعث میشه که اون زمان ما پالپمون رو تخلیه کنیم و دسترسی به کانال ها به وجود میاد. کانال ها رو هم تخلیه میکنیم و مراحل بعدی که تو قسمت های پر کردن و آبچورو کردن و اگر هم ریشه هامون عفونی بودن که باید زمان بدیم اون عفونت آف بشه، بعدم بریم توی مراحل بعدی. نظر شما شده بود؟ در واقع حالا میثم جان در تکمیل صحبت شما، اینکه علاوه بر اینکه حالا این قسمت من بیشتر از جنبه جراحی نگاه میکنم به درمان ریشه ها، خیلی به هم ربط دارن. الان سعی میکنم توضیح بدم که متوجه بشن بچه‌ها. اینکه علاوه بر این کاریس عمیق که پالپو درگیر میکنه، یه سری مشکلات دیگه هستن که میتونن مجبورمون کنن که ما درمان اندو رو انجام بدیم. یکی از اون موردها حتی فشار نامتوازن به دندون هاست. وقتی که یه سندرومی به وجود میاد به نام سندروم دندان رشد کرده، این سندروم حالا به روسیش میشه سیندروم ویراس-شوازوبا، سندروم دندان رشد کرده، که وقتایی ایجاد میشه که همون چیزی که شما گفتین قسمت‌های پریاپیکالمون درگیر بشن و پریودونتیت مزمن از نوع فیبروزنی یا از نوع گرانولیوماتوزنی درگیر باشه. وقتی که کیست گرانولیوماتوزنی، وقتی که کیست کامل با دیواره ایجاد میشه، این کیست حالا دیدین مایع یا روغن انعطاف ناپذیره، قاعدتا نمیشه حجمش رو کمتر کرد. همینجور کیست هم همینجوریه، مایعی که داخل کیسته. به محض اینکه وقتی که فشار نامتوازن باشه، قسمت پریاپیکالمون شروع میکنه به ریاکشن دادن، شروع میکنه به عفونت کردن، ملتهب شدن و کیست ایجاد میکنه و در ادامه به محض اینکه فشار روی دندون بیاد
اون کیسته اون پایین شروع میکنه درد کردن، فشار داره میاد به یه توپی که قرار نیست اونجا جمع بشه و مریض با یه سری علائمی میاد سمت ما که احساس میکنم این دندونم اومده بالا، رشد کرده، اومده بالاتر، همه فشار فکم روی این دندونه و این تو این مواقع هم حالا یه وقتایی نیاز نیست اندو بکنیم، یه وقتایی آره نیازمند اندو هستیم و انواع کیستای رادیکولیار، حتی یه وقتایی عقب نشینی استخون مجبورمون میکنه که به اندو مراجعه کنیم. یکی از شایع ترین درمان های دندون هست و اینکه تو علم امروزی و جدید یه سری راه های جدید، یه سری ابزار جدید اینسترومنتال خیلی قوی و نوین ارائه شده که این کار اندو رو برای ما خیلی آسان تر میکنه. اندو شما باز تجربه تراپیتون بیشتره، از نظر سختی میخواستم برای من وقتی داشتم شروع میکردم سخت ترین قضیه اندو بود. برای تو چی؟ خب برای هر کسی با قول گفتنی یه نوع جذابیتی داره. حالا بعضی علاقه دارن به قسمت اندو، بعضی اصلا علاقه ندارن، بعضی اصلا خب حالا بستگی به اون شخص داره، ولی خب قسمت جذابیه اندو، قسمت خیلی خب آره هر تمام قسمت‌های دندون پزشکی سختی‌های خودشونه دارن. حالا قسمت اندودندیکس هم خب یه کار تخصصیه و کار کلیدی یک دندان پزشکه، یعنی یه کاریه که ستونی قسمتی داخل تو مطب یا توی دندون پزشکی. کلید حفظ دندون سالم، حفظ دندونیه که نیاز نیست بکشیمش و درمان ریشه درست خیلی به همون اجازه این قضیه رو میده که ما بتونیم دندون خود شخص رو سیو کنیم. نظر من میگم که هیچ چیز با اینکه جراح ایمپلانتولوژم، ولی خب هیچ چیز جایگزین دندانمون نمیشه. تا جایی که امکان داره باید دندون رو سیو کنیم. بر همین قضیه از اونجایی که خیلی خیلی مهمه، اینقدر کلیدیه، بر همین سعی کنیم دربارش بیشتر صحبت بکنیم. دکتر برای درمان ریشه موفق چه مواردی باید پیش؟ خب برای اینکه ما یه درمان ریشه موفقی داشته باشیم باید آناتومیک تمام دندان ها رو ما بشناسیم. یعنی اون نقشه ریشه ها باید دست یک دندان پزشک باشه. شما یک اکسس صحیح داشته باشی هم راحت تر به کانال میرسی و آناتومیک دندان حفظ میکنی، تاج دندان حفظ میکنی و شما میتونید یک درمان ریشه خوبی رو انجام بدی. بعضی که آناتومیک دندان ندارن و نقشه ریشه ها رو ندونن، شما تو فک بالا دندون های خلف یه نقشه‌ای دارن، تو دندون های پایین به همین شکل. ما باید تمام این مسیرها رو بلد باشیم و خب مستلزم این هم هست، حالا بعضیشون یکم پیچیده هستن ولی خب با تمرین بیش از حد ما میتونیم اون مسیرها رو راحت پیدا کنیم. خب شما اگر بخواید درمان ریشه ایدئالی رو داشته باشید که الان با تجهیزات بروزی که اومده، میکروسکوپ ها یا مثلا روتاری ها که اومده، فایل های خیلی بخصوصی که اومده برای تخلیه کانال، ما میتونیم یه درمان ریشه خیلی خوبی رو انجام داد. پس نتیجه میگیریم برای اینکه ما بخوایم یک درمان ریشه خوبی رو انجام بدیم، یک اکسس صحیح آناتومیک دندان، همون کانال ها رو خوب بشناسیم و ابزار تخلیه کانال و رادیوگرافی قوی در حین کار اینا رو همشون رو به ترتیب انجام بدیم، یه درمان ریشه خوبی رو میتونیم ایفا کنیم. آیا امکانش هست زمانی ما برای درمان ریشه نیازمند اقدامات جراحی و مواد جراحی بشیم؟
آره، یه سری وقتها هستن که علاوه بر درمان اندو ما نیازمند یه سری کارهای جراحی هم هستیم. حالا تو روسیه بهش میگن ریزکسیا کورنیا زوبا، یا همون کات کردن و برش کردن قسمت اپیکال دندان، یا اپیکو. خیلی ایران فکر کنم بهش میگم اپیکو. آره، این وقتایی که ما اندازه کیستمون بیشتر از حد نرم باشه، کیست پری اپیکال. وقتی کیست پری اپیکالمون داخل قسمت های اپیکالی، وقتی که خود کیست دیگه ایجاد شده، فرم کیستی ایجاد شده، یعنی گرانولیوماتوزنی پریودونتیت رو ما داریم و این اندازه کیست بیشتر از 2.5-3 میلیمتره، علاوه بر درمان برای اینکه کار گارانتی شده داشته باشیم، اینکه دندون رو بتونیم ماکسیموم تلاشمون رو بکنیم، این دیگه آخرین مرحله تلاش ماست برای حفظ کردن دندون. برای اینکه بتونیم دندون رو بدون ریسک حفظ کنیم، ما میم اول مریض میفرستیم پیش دکتر اندو و ازش خواهش میکنیم که اوور کنه، یعنی همون جایی که کیست هست، همون جایی که قسمت پری اپیکالمون درگیره، ما از دکتر خواهش میکنیم که به صورت خود مختار بیاد اوور کنه. وقتی که اوور کرد کامل پر میکنه، به صورت خیلی درست حسابی پر میکنه کانالو، خیلی پلوت خیلی تیپ پر میکنه و میفرسته پیش جراح. اینجا میتونیم جراحی رو میکس کنیم با اندو. ما باز میکنیم قسمت پری اپیکال، کیست رو خارج میکنیم و اطراف قسمت پری اپیکال رو تمیز میکنیم و این قسمت ریشه که درگیره رو ما از بین میبریم، یعنی اون قسمتی که اوور کردن اوور میکنه که ما بتونیم ببینیم و اون قسمت رو ما میبریم، از پایین ریشه رو پلو میکنیم و میبندیم. این کار باعث میشه که منشأ این التهاب، منشأ این اوسلوونی باکتریای شرطی از بین برن. علاوه بر این ما اومدیم پلم کردیم و دندون بهش یه فرصت دیگه داده میشه برای بازسازی شدن. قسمت پریودونتمون شروع میکنه به بازسازی شدن و ریزالتش از 6 ماه تا 1 سال قابل پیگیریه و دینامیک درمانش رو میتونیم پیگیری کنیم در مدت 6 ماه تا 1 سال و 80 اگر این کار درست انجام بشه، اگر وقتی که داریم قسمت جراحیشو، قسمت اون کیست رو از بین میبریم، اگر درست تراش بدیم و به کمک کالگولیاتور یا همون شوک برقی، نمیدونم چی بهش میگن داخل ایران، میسم جان شما کالگولیاتور، حالا سعی میکنیم وقت تاثیر بیاریم، ادیتورمون خواهش ازش میکنیم که بیاره نشون بده. اگر قشنگ اون کیست بسوزه، داخلو بسوزونیم، اطراف دیوارهای کیست رو برداریم و قسمت پری اپیکال درگیر برداریم، بیشتر از 90% احتمال درمان کامل هست، احتمال ریزالت خوب هست و سیف کردن این دندون. دکتر، اقدامات بعد از درمان ریشه برای اینکه نتیجه کار اونجوری که میخواین بمونه و دندون به درستی سالها حفظ بشه چی هستن؟ ببینید شما وقتی درمان ریشه انجام میدید به خاطر اینکه مواد معدنی کمتری دیگه مثلا میشه گفت صفر به ریشه هامون یا اون تاجی کلینیکون میرسه، باید بعد از اینکه پر کردیم حتما ببریم زیر کرون، یک روکش حرفه‌ای و حالا اونم زحمت چه، حالا اگه پزشک دندون عمومی تخصص داشته باشه توی پروتزها که انجام بده، ولی خب اگرم که تخصصش نداشت ارجاع کنه به متخصص پروتز که بتونه یک کرون خیلی ایدئالی رو بذاره زیر درمانمون. یه کار ایدئالیه و مطمئن باشید یه طول عمر زیادی رو ما میتونیم از درمان ریشمون داشته باشیم. دکتر، استفاده از ابزار نوین چه تأثیری میتونه روی کیفیت درمان ریشه ما داشته باشه؟ یا کنین ابزار نوین هم از میکروسکوپ و بزرگبین ها. اولا اینا که اومدن یه رولوشن ایجاد کردن داخل علم دندان پزشکی.
به محض اینکه اینا اومدن، حالا نه تنها داخل درمان اندو، شما موافقین دیگه، داخل قسمت ارتوپدی با بزرگبین ها، داخل قسمت جراحی های بافت نرم، جراحی های ایمپلنت، بزرگبین ها یا میکروسکوپ ها اومدن یک کمک خیلی شایانی کردن به دندان پزشکا و کیفیت رو خیلی خیلی بالا بردن. قاعدتا اگر مثلا شما با هم موافق باشی، مهمترین چیز برای پزشک متخصص دید کافی. حالا چه وقتی که داره 100% دید کافی، دید کرونال کافی داشته باشی و این دید رو تنها چیزی میتونه به ما بده، دقت رو تنها چیزی که میتونه به ما بده میکروسکوپ ها هستن که هر گونه به نظر من، نه تنها درمان اندو، هر درمانی که زیر بزرگبین ها و یا میکروسکوپ ها انجام بشه یک کیفیت های کوالیتی، درمان های کوالیتی میدیم به مریضامون و قاعدتا تاثیرش خیلی زیاده، اصلا تاثیر کمی نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم، به نظر من قابل مقایسه نیست درمانی که زیر میکروسکوپ انجام میشه، زیر بزرگبین انجام میشه و درمانی که حالا به صورت کلاسیک با اینسترومنتال کلاسیک انجام میشه، خیلی فرق میکنه، هم کیفیت هم موندگاری این درمانمون، همین که ریسک ها رو قاعدتا میاره پایین، شکستگی فایل ها، اوور کردن، آندر کردن، درست پر کردن، تکمیل کردن درمانمون رو تنها به کمک بزرگبین ها میتونیم تحققش بدیم. دکتر نکته نهایی دارید که اضافه کنید؟ نکته نهایی ببینید، الان این مطالبی که دکتر جان گفتن، حالا منم مختصر چیزایی گفتم توی قسمت اندودنتیکس، یک بخش خیلی کوچیکی بود. حالا ما بخوایم قسمت اندو رو باز کنیم، هم بخش درمانهاش و تکنیکایی که باید انجام داد و چه مراحلی باید انجام داد، قسمت‌های مختلفی داره. حالا ما بخوایم اونو باز کنیم، هم تایمش نیست، هم بیشتر تایمش نیست و خب توی قسمت کلینیکوار خیلی میشه بیشتر این کار شرح داد. مرسی از شما که ما رو نگاه کردید. مرسی از دکتر صادق، قربونش میام عزیز. قطعا خیلی گسترده بخوایم به این قضیه برسیم تو مباحث کلینیکال این کار انجام بدیم. 100% داخل قسمت‌های حالا آموزشمون میتونیم مفصل‌تر در رابطه با پلن‌ها، در رابطه متدهای اندو کردن، متدهای متدهای بدون خطر، با احتیاط، متدهایی که تضمین میکنن ما کمترین ریسک رو داشته باشیم داخل درمان اندومون، داخل قسمت‌های کلینیکال یا هم آموزشیمون بهش میپردازیم. متشکرم.